بعد سوختار بازار مرکزی ناحیه فرخار از 300 دکان موجود در بازار دنیا 230 تای آن را تاجران در همین حال دریافتند. اکثر تاجران که در این حادثه ضرر دیدند مقامات سوختار خاموشکنی را در فاجعه به سرشان آمده گناهکار می‌دانند. اگر اومدش همون یک دکان بودند اول میکشتش من خدم دارم بلوی دکان بودم چند پژار میومد یک پژار میومد با تلا اومدم پژار. به پیندار نعمت یوسفوف که ضرر خود را 11,000 سامانی میگوید اگر خدمات سوختار خاموشکنی وظیفه‌شان را اجرا میکردند از سوختن دکان‌ها پیشگیری میشد. مقامات محلی در ناحیه فرخار میگویند که سوختار در بازار مرکزی این ناحیه بنابر رسیدگی ناقل‌های برق بالای دکان‌ها سر زده است. بر اثر سوختار شامگاه سه‌شنبه 30 می در بازار مرکزی ناحیه فرخار اکثر کل دکان‌ها به کام آتش رفتند. بازار مرکزی ناحیه فرخار از دو بخش بازارهای فرخار و دنیا عبارت بود. بازار دنیا در مساحت 1 هکتار جایگیر بوده، در آن 300 نقطه فروش وجود داشته است که 50 تای آن را مغازه و 250 دیگر را نقطه فروش لباس تشکیل میداد. بیشتر این دکان ها به کام آتش رفتند. مردم توانستند که قبل از رسیدن علنگه به دکان ها اکثریت مال و کالای خود را بیرون برند. یکی از مالکان بازار به مقامات وعده داده است که از حساب خود بازار را به طور کامل از نو می سازد و در اختیار فروشنده ها قرار می دهد. در حال حاضر کمیسیه مخصوص تشکیل شده است که حجم خسارات آتش سوزی را معین می کند.